چیله در روغون. این وضعی که بیننده های عزیز شما میبینید مشاهده میکنید، این چطوری که پیشتر هم ابراز داشتیم محابود نیست. همین برفی که تا زانوی من میرسد همین شب بریده است. یعنی شب 28 و 29 ینوری سال 2026 در لحظه برام بیومی چیله کلان و آمد چیله خوردک این وضع پیش آمده است و این ما هواداران طرح بنیادی و کشورسازی ملت‌زا را باور و اعتماد میبخشد که این وضع انشاءالله این سال با ما ادامه میکند و در آینده ما دیگر نورسایی آب رو در پایان آب حس نمیکنیم، مشاهده نمینماییم.